خیلی ممنون. موافق آقای کلیوند؟ موافق، مخالف صحبت نمی کنم. نه صحبت کرد آقای کلیوند. آقای پیر معظم، بله بفرمایید. 57 رو فعال بفرمایید. حاج آقای ابوترابی، به قول زنده یاد علامه محمد تقی جعفری، اگه تمجید از خود نباشد من ترکم. استاد عزیز، حضرت آقا در دیدار آذری های قهرمان پرور تبریزی ها فرمودند که جایگزینی برای اقتصاد نفت و اقتصادی دولتی کردن را رها کنید. ما بایستی تکیه برای افزایش درآمد وزارت نیرو در جهت بهره برداری بیشتر از منابع آب به همه ظرفیت‌های انسانی داشته باشیم. به حد کافی و وافی به کشاورزان رسیدیم. خواهشاً به پیشنهاد برادر گلم آقای توکلی آب شربشه واجب پیامبر اسلام میفرمایند. من از جبرائیل پرسیدم اگه انسان بودی چه کاری انجام میدادی؟ میفرمود آب شرب انسان و راه مردم را تامین میکردم. به پیشنهاد که آب شرب است بها بدید.